السلام علیکم دوستا، امیدوارم که همیشه جور و صحتمند باشین. این امروز هفته 22/1/2026 در کویته هستیم دیگه. امروز که هسته البته در ناوه کم کم برف زده بود ولی اوشته. فعلا دکو که هسته برف زده. همینطور امروز تصمیم گرفتیم که همه ما بریم دکو در بیخ برف خود رو برسیم یک رادسا تریک نی. و در ضمن در وطن که بود از پیش برف همیشه در فرار بودیم. در پیش برف در فرار بودیم، خیلی خسته بودیم، زله بودیم. دیگه امروز رسیده فهمیدی که دیگه دنبال برف هستیم تا بریم ببینیم در کجا در بعد خود را رسنده میتونی. یعنی یادش بخیر در وطن خیلی برف میزد، خیلی خوب بود. اینا دیگه دنبال برفیم که در کجا گیر کنیم برف را دیگه.